وضعیت امروز چند ضلعیه، مواجهه شما باید زوبار بشه. ما در مسئله حجاب امروز 3 دسته مخاطب داریم که باید با هر کدوم تعامل مرتبط با خودش رو داشته باشیم. حدود 35% 1/3 جامعه ما کماکان عامل به حجابه، ملتزم به حجابه. جمهوری اسلامی وظیفه تکریمش رو داره، وظیفه حمایتش رو داره، تشویق تقویتش. یعنی محجبه باید محجبه بمانند. حدود 50% 55% کسانی هستند که ما میگیم اصطلاحاً حجاب عرفی دارن، ضعیف الحجاب استثنا، یعنی نه حجاب شرعی دارن و نه در زمره پوشش‌های بدننما و برهنه و پوشش‌های پرآسیب هستند. دقیقاً ناشی از همون روند تحولات فرهنگی به این نقطه رسیدن. متأثر از مد، متأثر از تضعیف دینداری، متأثر از تهاجم فرهنگی دشمن، متأثر از تغییرات بازار لباس. این که میگید و میشنوید حجاب راهکار فرهنگی داره، از رئیس جمهور میگه، از رئیس قوه قضاییه میگه، مسئولین میگن حجاب راهکار فرهنگی داره. بله، حجاب راهکار فرهنگی داره، ناظر به این مخاطبه. باید ترویج و تبیین و حمایت و ارزان کردن لباس و گسترش وضعیت بازار لباس محجبه و در دسترس قرار گرفتن این راهکارش میشه. اما یه 10-15% هم وضعیت پوشششون وضعیتی که امروزه مسئله اساسی روی میز حاکمیته، یعنی کسانی کشف حجاب یا بدتر از کشف حجاب و بدننمایی و برهنگی و اینها میکنن. لزوما متأثر از اون روندهای فرهنگی نیست، بسیاریش متأثر از اون وضعیت سیاسی اجتماعی است. پوشش رو به مثابه پرچم جمهوری اسلامی میخواد به چالش بکشه که اساسا میگه آقا من هم حجاب تو هم خودت و ریخت و قیافت اصلا نمیخوام. مسئله فرهنگی نیست که تو با جهاد تبیین حلش بکنی. این وضعیت کاملا مواجهه انتظامی حقوقی میخواد. راهکاری نیستش که رئیس قوه قضاییه مملکت بگه آقا با کار فرهنگی. آقا شما رئیس قوه قضاییه مملکتی یه جایی باید با زبان قانون حرف بزنید. وضعیت امروز چند ضلعیه، مواجهه شما باید زوبار بشه. مواجهه شما باید پکیجی از سیاست‌های ترویجی، تبیینی و حمایتی و سیاست‌های تقنینی و انتظامی باشه. همه اینها با هم میتونه مسئله حجاب در جمهوری اسلامی رو حل بکنه.